لروکس میشه به حرفم گوش بدی؟ تو اونو از قبل میشناختی شاره؟ ای لولو دوبله شده در استودیو جن. خواهش میکنم لروکس، میشه به من نگاه کنی؟ لطفا میشه بریم تو؟ زود باش لروکس. به من دست نزن، از همونجا بگو. هرچی میخوای بگی بدون اینکه بهم دست بزنی بگو. آره، ای لولو از قبل میشناختم. برای تعریف میکنم، همه شو تعریف میکنم. حالا میای بریم داخل؟ لروکس خواهش میکنم. وای وداد داره پرواز میکنه. آره دویر نگاه کن داره پرواز میکنه. وای داره پرواز میکنه. وای داره پرواز میکنه. داره پرواز میکنه. نگاش کن. آره داره پرواز میکنه. آره داره پرواز میکنه. داره پرواز میکنه. نگاش کن. دمی داره پرواز میکنه. دمیر ببخشید، من آوردی تا اینجا همینجوری با سوالایی تو ذهنم رهام کنی؟ حواست پیش من باشه لطفا. اون مال منه، یعنی مال ماست. با وداد درستش کردیم وقتی بچه بودیم. وقتی بچه بودم اینجا مال ما بود. تو اینجا بزرگ شدی؟ خیلی چیزا هست که باید بهت بگم لروکس. به همشون گوش میدم، اما اول از همه از ایلول شروع کن لطفا. باشه، میشه بشینیم؟ میخواستی با من حرف بزنی بارها. باید خودم میفهمیدم که چیه. وقتی در مورد گذشتت سوال میپرسیدم انگار دستت خورده با آتیش رو عقب میرفتی. مثلا وقتی که بابات میخواست بیاد، وقتی درباره خونه‌ای که توش بزرگ شدی پرسیدم، بعدش یه چیزایی شد که
خواستی همه چی رو تعریف کنی، خواستی حرف بزنی، اونم بارها. اما من بودم که جلوی تو رو گرفتم. یعنی اصلا فکر نکردم. چی شده که انگار تمایل داری با من حرف بزنی؟ ایلول. آره اون اومد بعدش، نه؟ دقیقا. من چرا اینقدر احمقم؟ خدایا من چقدر احمقم. همه چی جلوی چشام بود. شما دو نفر مثل یه جورایی انگار کپی برابر با اصل بودیم. مسائل درست کردن قهوه، تفکیک کار از مسائل شخصی زندگی، این که با وجود اینکه خودتون از آدم و دور نگه می‌دارین اما درونتون یه بچه دل شکسته دارین. دمیر، این مسئله خانوادگی. آره لروکس، تو و ایلول با هم بزرگ شدین، نه؟ یعنی حتما یه همچین چیزیه. چی؟ ایلول خواهرته؟ آره؟ نه امکان نداره، چون دختر فکرت خانه. ایلول خواهر ناتنی توه. آره دمیر؟ خواهر ناتنی ته؟ ها؟ پس چرا از اول سهام آرتمیمو خرید؟ نه ببین اونطوری نیست لروکس، اصلا ربطی نداره. یعنی موضوع خانوادگی نیست. راستش یه جورایی به حساب میاد اما به اون معنی نیست. یعنی ما آره فهمیدم، گفتن این به این آسونی ها نیست. ببین ما یعنی من و ایلول یه مدت قبل، یعنی خیلی مدت ها پیش ما با هم بودیم. تو یعنی چی؟ یعنی شما دوتا با هم بودین؟ آره تو و ایلول عاشق هم بودین؟ نه وای باورم نمیشه. تو و ایلول؟ آره راستش یکم بیشتر. من اون نامزد بودیم. یعنی منظورم نامزدی تو یه زمان خیلی کوتاه بود. خیلی کوتاه. نامزد؟ آره چقدر خوب. وای چقدر خوب که نامزدیم. نامزدت نه؟ دمیر بیشتر تعریف کن. من واقعا اینجور وقتا همه عضلات بدنم الان میگیره. اما من این داستانو میدونم. میدونستی این داستان چیز نیست. شما فقط یه شب نامزد بودین مگه نه؟ پس تو اون یارو بودی؟ آره دمیر عجب آدمی هستی تو. جدی میگم. خب تو هم گناه داشتی نه؟ لروکس میشه بشینی؟ بیا یکم آروم باش. نامزد سابقه داره؟ دمیر ارندی، سمبل درستی و صداقت. یعنی تو لروکس همه نکن. این مدت لروکس تو چشم نگاه کردی و ازم مخفی کردی که نامزد سابقه تاره. از تو برام گفت میفهمی؟ از تو برام تعریف کرد. آره تو الان بهت نشون میدم. میفهمی؟ تو دیگه مردی. خودم اینجا میکشمت. فهمیدی؟ میکشمت به خاطر دوتا دروغ کوچولو منو راهی بیمارستان کردی. کسی که باعث شد من شوک عصبی بهم دست بده. با کمال پررویی داره نگاه میکنه. من تو رو میکشم. آره تو رو میکشم. لروکس وایسا. ببین دیوونه بازی در نیار. ببین الان خیلی عصبی هستی. من تو رو درک میکنم اما تو چیو درک میکنی؟ آخه چیو درک میکنی؟ ها برم کن. لروکس وایسا. لروکس منو بهت نشون بدم. من الان بهت نشون میدم با کی طرفی. لروکس عشقم دیوونه بازی در نیار. تو همچین آدمی نیستی. آروم باش. یکم آروم باش. یکم نفس عمیق بکش.
تاوان همه اینا رو پس میدی، تاوان همه‌شون رو پس میدی، بهت نشون میدم. لروکس ولم کن، ولم کن دمیر، ولم کن دمیر، باش دمیر ولم کن دمیر، ولم کن وگرنه بهت نشون میدم. و دمیر ولم کن، دمیر میگم ولم کن دمیر، دمیر دمیر درو باز کن ببین من از اینجا بیام بیرون برات گرون تموم میشه. خیلی دوستت دارم لروکس. ببین تو رو خیلی دوست دارم. لطفاً یکم آروم باش، یکم آروم شو. اول گوش کن، بعد خواستی بزن، خواستی فوش بده، خواستی همه چی رو بشکن، هر کاری دوست داری انجام بده. دمیر این درو باز کن ببینم، این درو باز کن وگرنه میکشمت، من خودم میکشمت، فهمیدی؟ باز کن، نمیتونی منو اینجا نگه داری. ببین تو که منو میشناسی، من شده این درو بشکنم میام بیرون. دمیر وای دمیر، اوه دمیر لروکس جون میشه یکم آروم باشی؟ ببین الان یه بلایی سر خودت میاری، لطفاً خودتو نکن بده. خواهش میکنم یکم آروم باش، بعدم با هم حرف میزنیم. ببین نفس عمیق بکش. وداد دمیر چی کار کردین؟ میخواستم ببینم رسیدین؟ اوضاع چطوره؟ رسیدیم، آره رسیدیم. اما دمیر من الان دارم سعی میکنم جونمونو دارم در مورد خونه ازت میپرسم، اون وقت تو چی داری میگی؟ چی شده؟ الان اینجا داره قیامت به پا میشه، فهمیدی؟ دمیر منو از اینجا بیار بیرون، نمیشنوی؟ با تو میشنوم لروکس، میشنوم عشقم، اما تا آروم نشی نمیتونم بیارمت بیرون. خواهش میکنم یکم تلاش کن آروم باشی عزیزم. دارین چی کار میکنین؟ حرف زدین؟ برای اون دعوا میکنین؟ وداد الان نمیتونم حرف بزنم، بعدم بهت زنگ میزنم. فعلا داداش فعلا. عجب. الان چی کار کنم؟ برم اونجا؟ وداد صبح بخیر. تو اینجا چی کار میکنی؟ اومدم در مورد دمیر ازت کمک بگیرم. ایلول لطفاً از من خواستهای منطقی تری داشته باش. لروکس و دمیر برای 2 روز رفتن جایی، اما تو مطمئنم اینو میدونی. فکر میکردم قراره اونا رو راحتشون بذاری، اینطوری به دمیر گفتی. وداد میشه خواهش کنم تعصباتو بذاری کنار و 2 ثانیه به حرفای من گوش بدی؟ دارم سعی میکنم یه چیزی بهت بگم. باشه بفرمایید. خواستم که به لروکس چیزی نگه، اما اگه دمیر رو یه ذره میشناسم این برنامه رو برای این ریخته که همه چی رو بهش بگه. میخوام که مانعش بشی. تو چرا اینو میخوای؟ چون که همه چی رو به خاطر خودش به هم میریزه. لازم به این کار نیست، بهش گفتم که زود دارم. معلومه که بهت اعتماد نداره. ببین لروکس خیلی دختر خوبیه، اما خیلی هم زود میشکنه. ما اون روز تو جزیره با هم حرف زدیم، اگه بفهمه همه اون حرفا درباره دمیر بوده خیلی ناراحت میشه. جفتشون ناراحت میشه. عجب روزگاریه. وقتی ترکش میکردی اصلا ناراحت نشدی، وقتی برگشتی هم اصلا بهش فکر نکردی. حالا چی شده؟ خانم نمیخواد خوشبختی دمیر خراب بشه و لروکس ناراحت بشه. اینا تازه یادت افتاده؟ تو داری اشتباه میکنی وداد. من فقط خوبی اونا رو میخوام. تو چرا با لروکس صمیمی شدی؟ نمیدونم، یه اتفاق افتاد. شاید به خاطر کنجکاویم، شایدم به خاطر اینکه احتیاج داشتم اینو تعریف کنم. اونم ازم پرسید. حالا بگذاریم. دمیر به تماسه من جواب نمیده، اما تو میتونی مانع اونا بشی. لروکس اگه بفهمه خیلی ناراحت میشه و من اینو واقعا نمیخوام. متاسفانه دیگه خیلی دیره. از اول باید به این چیزا فکر میکردی. بله ایلول. الو بروک، کجایی؟ اومدی بیرون؟ دارم میرم سمت ماشینم. اگه بخوای میتونم دنبال تو هم بیام، با هم میریم شرکت. من خودم میام شرکت. از تو یه چیزی میخوام. مربوط به کارهای ترکان خانومه؟ درباره یه موضوع دیروز. گفتی عکس هنوز دست توه؟ نه یلدیرمو میگی؟ میشه اونا رو با خودت بیاری؟ ایلول نمیشه. بروک خواهش میکنم میشه اون عکس رو با خودت بیاری؟ تو شرکت در موردش حرف میزنیم باشه؟
لروکس خوبی؟ وای میگه خوبی؟ من نمیفهمم، این میخواد منو دیوونه کنه. وای یعنی من نمیتونم این در رو بشکنم؟ آره نمیتونم این در رو بشکنم. هر چقدر میخوای این در رو قفل کن و زندانیم کن، اما من میکشم. لروکس جون ببین، خواهش میکنم آروم باش. ببین خواهش میکنم، داری خودتو اذیت میکنی. ببین تا تو آروم نشی من این در رو باز نمیکنم. الان دارم میرم داخل، منتظر میمونم تا آروم بشی. باشه؟ خواهش میکنم عزیزم. گم شو. باشه. من بهت نشون میدم الان این چجوری باز میشه. وای بالاخره این رو باز میکنم. صبح بخیر. صبح بخیر. ببخشید من بازم مزاحم شدم، اما چون این اواخر خیلی اذیتتون کردم گفتم برای جبرانش این کیک رو براتون درست کنم. نه بابا چرا زحمت کشیدی؟ یعنی البته خیلی کار خوبی کردی، چون من کیک خیلی دوست دارم. باشه پس من این رو میذارم اینجا تا با چایی بخورینش. باشه بیا با هم بخوریم. من برای تو هم چای درست میکنم. بذار با هم طعم کیک رو بچشیم. نه من باید برگردم سر کارم. باشه حالا برمیگردی سر کارت. بیا بشین. دوبله شده در استودیو جن. واقعا خیلی خوشمزه شده. جدی میگم خوب پخته شده. آره شکرش هم اندازه است. همه چیزش عالی شده. خوب پخته شده. واقعا دست درد نکنه. خیلی خوب شده. واقعا ممنون. نوش جونتون. انگار از این چیزا خوب سر در میارین. یکم. گرچه منم یه طرز پخت خاص دارم، یعنی بعضی وقتا درست. نه بابا چجوری درست میکنی؟ من اینجوری درست میکنم که اول 2 تا بسته کاکائو میگیرم، خوردشون میکنم طبق روال همیشگی، بعدش آب توشون میریزم و یکم هل، یکم هم قهوه، یکم هم فلفل قرمز. چی شد؟ چرا اینطوری نگاه میکنی؟ خب این چیزایی که گفتین خیلی کنار هم خوب نمیشن، اما خب نرماله دیگه، چون خیلی از آشپزی چیزی نمیدونم. یه لحظه وایسا ببینم. منظورم از این که گفتم طرز تهیه خاص منه این بود که این در اصل مال مامانم بود. خدا بیامرز خیلی هم خوشمزه درست میکرد. آی خدا، به خدا بگم این زبون منو چیکار کنه؟ آخه من چرا همچین آدمیم؟ نه عزیزم بی خیال، اونقدر هم مهم نه نیست. مهمه. خب آخه خدا میدونه که مامانتون اون کیکا رو چقدر خوب درست میکرده. تو رو خدا ببخشید، عذرخواهی میکنم. اگه الان داره از یه جایی ما رو نگاه میکنه حتما میدونه که من نیت بدی نداشتم. اگه الان داره از یه جایی ما رو نگاه میکنه مطمئنم خیلی خوشحاله، چون اگه زنده بود از تو خیلی خوشش میومد. خب چیه؟ چرا تعجب میکنی؟ مرو تو یه دختر خیلی صمیمی و دوست داشتنی هستی. کیک هم که به این خوبی درست میکنی. اما مامان برو ازم متنفره. اونم تو اولین ملاقاتمون گفت. عجب. اون مشکل چیز دیگه ای بوده. اون از هر کسی جز تو هم بود بازم عصبانی میشد. در ضمن یه لحظه وایسا ببینم، ما اینجا خیلی خوب داشتیم کیکمون رو میخوردیم. به هیچ وجه. نه خواهش میکنم نه، گریه نداریم. من از همین الان تو گلخونم گریه کردن رو ممنوع میکنم. وای تو رو خدا ببخشید، من همینجوری هم یه لحظه خوبم بعد یه لحظه بعد. ببخشید باید برگردم سر کارم. بابت چاییم ممنونم. در اصل من ممنونم بابت کیک. نوش جونتون. آخ وداد، آخ وداد.
آخه الان وقت تعریف کردن از کیک مامانت بود. اشک دختره رو در آوردی. لروکس این شد 3 بار دمیر ارندیل. اول در روم قفل کردی و من بیرون موندم، اما من بازم وارد اون خونه شدم. بعدش منو تو اتاق بالا حبس کردی، اما من بازم از اون اتاق اومدم بیرون. اینم 3میش. هنوز قفلی درست نشده که بتونه منو نگه داره. من زنی نیستم بتونی منو جایی حبس کنی، فهمیدی؟ البته که فهمیدم، البته که همچین زنی نیستی. این خریت من نیست، گاو بودنم اونم نیست، جفتشونم خیلی حیوانای بامزه‌ای هستن. این چیز منه، این مایه تأسف منه. آره این کاری که کردم جای تأسف داره. ببین این کارو بکنیم، من برای توست درست میکنم. تو اینو دوست داری، همونجوری که تو دوست داری درستش کردم. اول یه چیزایی بخوریم، از صبح هیچی نخوردیم، بعدش از همون جایی که موندیم همونطور که تو دوست داری ادامه بدیم، باشه؟ اما اول یه چیزایی بخوریم، هر چیزی که خواستی میتونی بپرسی، اما بعدش بهم اجازه بده تا تعریف کنم، باشه؟ زود باش بیا. نه تو به من دست نمیزنی، دور باش. دور شو، یکم فاصله بگیر. باشه من میرم اینجا. خواهش میکنم بخور، حداقل یه لقمه. اون انگشتر رو یه فالگیر زن بهش داده، گفت کنارم عشقم نشسته بود. یعنی اون موقع تو بودی؟ آره اون شبی که مجبور شدیم تو جزیره بمونیم برام تعریف کرد. من خیلی ناراحت شدم، جدی میگم، چون خیلی دوستش داشت. از تعریف کردنش معلوم بود اون آدمو خیلی دوست داشت. یعنی تو رو. معلومه که تو هم اونو خیلی دوست داشتی، چون آدم وقتی عاشق کسی میشه بهش پیشنهاد ازدواج میده. لروکس این اتفاقات خیلی وقت پیش افتاده. این چیزایی بوده که تموم شده رفته، نشونه هاش، زخماش، خاطراتش، همشون تموم شدن. فقط یه رابطه بود. لروکس بعد از اینکه من با تو اصلا به هیچ وجه وارد اونجاها نشو، نه قبل آشنا شدن با من و نه بعد از آشنایی با من. هیچ کدوم از زخم‌ها خوب نشده، همشون هنوز تازه بودن و هنوزم همینطوریه. من نمیخواستم اینطوری بشه. این به تو هم ربطی نداره. من برای اینکه خوب بشم خیلی وقت پیش این موضوع تموم کردم و خوب بودم. من اینجا یه زندگی جدید پیدا کردم. تا وقتی که اون برگرده. لروکس لطفا
دمیر، اگه دیروز بود بغلت میکردم و همه زخماتو مرهم میکردم، اما الان منم زخمی شدم. حالا چی کار کنم؟ چطوری میتونیم حال همو خوب کنیم؟ وای، یعنی دمیر خان لروکس کجا برده ها؟ ای به نظرم حتما یه جای خیلی رومانتیک برده. یعنی بردتش لب ساحل دریا یا لب رودخونه؟ آی شاید رودخونه باشه، چون این فصل سال اونجا خیلی رومانتیک میشه. نه، به نظر من یه جای گرم رفتن، اینطوری لب ساحل دریا دراز کشیدن و دارن در مورد عشق حرف میزنن. اونا که همه جا دارن در مورد عشق حرف میزنن. به نظرم این خیلی فرق داره، یه چیز دیگه است. یا نگه میخواستن با هم تنها باشن، خب خونم هست دیگه، ولی این حتما چیز مهمیه. دخترا، خب ما الان 2 کار بزرگ دستمون داریم. دمیر خانم همچین آدمی نیست که بخواد این همه کارو ول کنه و 2 روز نهید شرکت، نه؟ خب آره راست میگی، اینطوری نیست. اما عشقی همچین چیزیه دیگه، باعث تعجب همه میشه. آیدا دختر تو چته؟ نکنه اتفاقی افتاده؟ آره؟ آی نه این رابطه شوکه دیگه یه نمیتونه تحمل کنه. دفعه پیش هممون دیدیم چه اتفاقی افتاد. دمیر خان بدجوری ناراحت شد، لروکس هم که کلا داغون شد. دختری بیچاره از ناراحتی بیمارستانی شد. نه دیگه، خواهش میکنم دیگه مشکلی پیش نیاد. عزمیه چی میگی؟ من که نگفتم مشکلی است. میگم نکنه میخوایم رابطه‌شون رو یه مرحله جلوتر ببرن. یه مرحله جلوتر دیگه چیه؟ بگو ببینم منظور چیه؟ لروکس چند وقت پیش به من یه چیزی رو با کلی خجالت کشیدن گفت. در مورد چی حرف زد ها؟ چی گفت؟ به من که چیزی نگفت. چرا پس به تو گفته؟ وای با خجالت بهت گفت؟ چرا باید خجالت بکشه؟ دمیر خان خواسته با لروکس حرف بزنه. لروکس هم یکم مضطرب بوده، چه میدونم اولش با هم شام خوردن و بعدش هم با هم سلام به همین. سلام. فیلم دیدن. حالا فکر کنم میخوان یه چیزی جدی تری تجربه کنم. بگذاریم دخترا، این بین خودمون بمونه. خواهش میکنم. من خیلی هیجان زده شدم. وای منم خیلی گرمم شد. ادامه بده. خیلی خوب باشه. میگم اگه لروکس حلقه به دست اومد تعجب نکنین. خب حلقه؟ آره خب حلقه. ببینم من دارم 2 ساعته در مورد چی حرف میزنم. چرت نگین، زشته. به خود اون رئیس منه. برید سر کارتون ببینم. فکر کردین میخوام در مورد چی بهتون بگم؟ واقعا که بچه‌ها. خب چیه؟ یه لحظه به اون فکر کردی؟ برید سر کارتون. واقعا که حساب منم خورد کردین. من چی میگم شما نخند. رسمیه. خیلی زشته. چطوری میتونین؟ دیگه بهتون هیچی نمیگم. وای چه بوی قهوه ای اومد. اگه میگفتی برای تو هم میآوردم. راستش تا قبل از اینکه بوش بیاد نمیخواستم. در ضمن مگه میشه به رئیس بگی برات قهوه بیاره؟ نمیشه مگه نه؟ بهتر من خودم برم برای خودم قهوه درست کنم. الو بوراک، کجایی؟ نزدیکی؟
خواهش میکنم بگو که عکس رو آوردی. خواهش میکنم. لروکس، لروکس میشه در رو باز کنی؟ خواهش میکنم عزیزم. ببین مجبور نیستی این کارو بکنی. مجبورم نیستی اینا رو به یلدرین بدی ایلول. میدونی که اینا یه عواقبی خواهد داشت. خواهش میکنم از این کار منصرف تو که نمیخوای کاری بکنی. اصلا پای تو گیر نیست. من خودم انجامش میدم. چرا دونسته داری یه کار اشتباه رو میکنی ها؟ چون که اگه ما این جریمه‌شون رو قبول کنیم شرکت یه ضرر بزرگ میکنه و برای جبران این موضوع من باید مدت زیادتر اینجا باشم. و تو نمیخوای اینجا بمونی. میدونم. تحت این شرایط معلومه نه. تنها راه حل نیست. تازه 2 تا کار بزرگ گرفتیم. کار میکنیم. اگه لازم باشه بیشتر کار میکنیم. در ضمن هیئت مدیره قراره به رأی دادگاه اعتراض کنه. شاید اصلا این پولا رو پرداخت نکرده. اینا خیلی زمان میبرن. خیلی، اما اگر وجود داره. اگه من بخوام از شر اون جریمه خلاص بشم باید این عکس رو برسونم دست ایلدرین خان. بهترین و کوتاه‌ترین راه همینه. در ضمن مگه تو این عکس‌ها رو برای همین نگرفته بودی؟ من آدمی هستم که اشتباه میکنم. برای رسیدن به هدفم اشتباهات و تاوانشم به جون میخرم. تو مثل من نیستی. این برات گرون تموم میشه. برای اینکه جلوی بعضی اشتباهاتو بگیرم باید یه اشتباه انجام بدم. منم باید تاوان پس بدم. بوراک خوش اومدی. فرخ میشه یکم ما رو تنها بذاری؟ البته. اگه قراره یه تاوانی داده بشه این فقط وظیفه تو نیست. تو فقط تو رابطه با دمیر اشتباه کردی. البته اگه عوض شدن نظر آدم اشتباه محسوب بشه، اما من برای نجات این شرکت کلی اشتباه کردم. حالا که قراره تاوان پس داده بشه نمیذارم تنها باشی. ایلول تو رو خدا بوراک خواهش میکنم تو به کارت برس. فراموش کن این عکس رو به من دادی باشه. ایلول یا با هم انجامش میدیم یا این نقشه برای همیشه کنسله. دوبله شده در استودیو جیم. خب دیگه لیلا تو برو. من اینجام، احسانم اینجاست، دخترم کم کم میرسن کمک میکنن. برو. چرا الان باید برم؟ واقعا نتونستم بفهمم فیروزه. عزیزم لازمه که بری و برای شب آماده شی، مانیکور پدیکور موهاتو درست کنی. این کارا کلی زمان میبره. باید بری خونه لباستو عوض کنی. به طرفم گفتی بیاد اینجا دنبالت، قراره از خونه هم بیای اینجا. ای وای برو دیگه، خیلی کار داری. برو. وای چرا اینو به یه اتفاق بزرگ تبدیل میکنی؟ من اصلا درک نمیکنم فیروزه. میخوای من استرس بگیرم؟ من بزرگش نمیکنم. کل شب نتونستی بخوابی، کل شب مثل دیوونه ها داشتی قدم میزدی. خب اون به خاطر چیز بود جونم، یعنی من یکم دلپیچه گرفتم. یعنی از اون بود، چون سس زیاد خوردم از اون بود، وگرنه تهش میخوای با هم یه شام بخوریم. ببین اگه یه شام ساده بود همینجا میشستین و با هم دیگه میخوردین. ببین اینجا هم یه کافه است، طرف میخواد یه کار خاص بکنه. خدا میدونه میخواد کجا ببرت. به خدا بعدم پشیمون میشی. یا زود باشه دارم میرم از دست تو میرم، اما به خدا فقط برای اینکه از پرچونگی تو خلاص بشم دارم میرم. آره میدونم دقیقا همینطوره. برو زود باش، برو زود باش.
من با زنی که تو رو ترک کرد و رفت غذا خوردم، تا نیمه های شب درد و دل کردم، میدونی؟ تازه ازش خوشم اومد. نمیخوام بیشتر از این به دمیر صدمه بزنم، حتی اگه تو اون موضوع تو رو ناامید کنم. ناراحتم نشی، گریه هم کنی، زخمت خونریزی هم بکنه ولت نمیکنم. لروس اینقدر دختر خوبیه که همش سعی میکنم جلوش درست وایستم و اشتباه نکنم. این خیلی واسم سخته. منظره از اینجام خیلی خوب دیده میشه. شوخی میکنی؟ نکنه تو از ارتفاع میترسی؟ البته که نمیترسم. تو اصلا هیچ نقشی توش نداشتی. آره من هیچ نقشی ندارم. این داستان تو و ایلوله. آها فهمیدم، حرف زدین و با هم کنار اومدین. گفتی اول من میرم بعدش تو بیا، اما وقتی اشتباهی 2 نفری یه خونه رو خریدیم همه چی خراب شد. نه 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 همچین چیزی نشد لرویس. ما الان آدم بده شدیم. آره دست کمی از اونا نداری. کجایی لرویس؟ لرویس کجایی لرویس؟